آیا خبر مرگ نغمه هنرمند مشهور افغان حقیقت داشته است؟ نغمه هنرمند خوب افغان در کدام کشور زندگی میکرد؟ دلیل دوری نغمه است هنر موسیقی چی بوده است؟ دلیل نشر خبر مرگ نغمه در صفحات مجازی چی بوده است؟ این خبر تا چی حقیقت داشته است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدن این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. نغمه هنرمند مشهور، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان مردم افغانستان، علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. نغمه هنرمند محبوب و پرآوازه افغان از سن 18 سالگی بدین طرف آهنگ می سراید. بیشتر از 1000 پارچه آهنگ صوتی و تصویری خانم نغمه سروده است. آهنگهایش تا کنون در دلهای مردم افغانستان ماندگار بوده است. این همه در حالی است که نغمه ستاره ماندگار از ولایت زیبای کندهار است، اما بزرگ شده کابل در 18 سالگی ازدواج کرد. اما دیر نگذشت نغمه از همسر اولش جدا شد و رهسپار کشور امریکا شد. در آن کشور باری دیگر ازدواج کرد. ازدواج دوم نغمه موج انتقادات را به همراه داشت به دلیل اینکه نغمه با پسر یکی از رهبران مجاهدین ازبق افغانستان ازدواج کرده بود. تازه تصاویر بانو نغمه در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی وفات کرده است. این همه در حالی است که نغمه مدت 1 سال است از پرده رسانه ها به دور است و به فعالیت های رسانه ایش نپرداخته است. اما تا کنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست که این خبر تا چی حقیقت داشته است. اما جدا شدن نغمه از همسر دومش هم موج انتقادات را به همراه داشته است. ولی ما آرزو داریم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی دروغ باشد. زندگی خوش و آرامی برای بانو نغمه با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا داریم. عزیزان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، اگر شما هم دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.